امروز در حیات من یکی از روزهای فراموش نشدنی است که به خاطر که من زیاده از 4 سال بود که در وطن نبودم و این هم یک روزی خرسندی است که من حالا در وطن قرار دارم. البته با این برادرها را که ما در اینجا راستیگه من خیلی منتظر نبودم که باز هم یک بار دیگر چه بگویم با یک موتیواسیا میتونه که مردم ما چقدر از ما چی ها انتظارن، چی خیلی ما رو دستگیری میکنن. البته این یک چیزی روحیه ما رو بلند میکنه. البته من از همه برادرایی که اومدن و هستن در دیگر جایی که ما رو چیز میکنن دستگیری میکنن مینداری خود رو بیان کردنیم از اهل اویله سر کرده. همچنین اکبرجان قربانوف که از طرف راستی من از این رهبر کلوب اکبر است که مدتی چند قصد خیلی است دستگیری میکنه. با دستگیری این برادران با امریکا ها و دیگر مملکت ها رفته پرچم خودمون رو بلند برداشتیم. خب لایق من میدونم که شما سر لباس ملی به خصوص همون توقی تاجیکی و سر لباس ملی میبراید. خب امروز محبت شما با تاجیکستان و معرفی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی چی است؟ البته این رو شخص حس نمیکنه تا آن وقتی که خود این رو احساس نکنم. من وقتای پیش این خیلی حس نمیکردم. وقتی که من اولین بار شرطنامه کردم با پفل من بسیارتر فکر میکردم در باره همون مبلغی که یعنی $1,000,000 بسیارتر در همون فکر میکردم. بعدا دیدم که مردم چه خیلی میخوان چیز، بعد یک حس وطن دوستی پیدا شد. البته که خواستم که کمربند معرفگری مقصد ملت شوم. به همین خاطر فکرایم تغییر یافت. البته برای من چیز یعنی هدف اساسی پرچم برداشتن ملت. بله البته خب در همون پیش از نشست مطبوعاتی پیش از رقابت شما با زبان تاجیکی سخن کردید، مردم شما رو چگونه قبول کردن در آمریکا؟ البته در اونجا بود برادری که ترجمه کرد. ما در اونجا فکر کردیم که خوبتر میشه با زبان مادری خود حرف زنیم تا اینکه در امریکا هم شونم زبان مادری ما دادن. خب مقصد شما بستن شرطنامه با UFC یا در همین PFL موندن است چی است؟ راستی برای حاضی ما در این باره یگان صحبت نکردیم با منیجمنتمون با دیگر برادران که در این ساحه مقصد ما مصلحت میکنیم با منیجمنت با رهبر کلوب و دیگران فکر میکنیم چیز. لیکن فکر میکنم که میبینیم برای ما هیچ گفتن نمیتونم. باید ما فکرای یک دیگر برادرامون رو گوش کنیم که چی میشود، چه خیلی در آینده پیشنهاد است. البته اگر پیشنهادهای خوب که شود ما همون رو چیز انتخاب میکنیم. خب چرا شما پنجه باب رو به خود تخلص دادید؟ راستی من این رو خود چیز نکردم. این رو احتم آکیرو راستی یک در وقت قزاقستان که من محاربه بله شما اون این برادر روزنامه‌نگار در آنجا حضور داشتن. با فکرم در آنجا گفتن که تخلص این ورزشگر چیز. بعد احتم کوکیر گفت که نوشته است که لاپایاگوار. من خودم وقتی که نام من رو اعلان کردن لاپایاگوار من باور نکردم که این درباره من است یا که این یگان شخص دیگر. بله حالا پنجه بابر اکنون بار دیگر اثبات کرد که تاجیکستان با چنین ورزشکاران بسیار هم پرقوت در قیاس جهان نام دارد. خب لایق جان مقصد شما نقشه های شما در سال 2020؟ البته نقشه های من کلان است، لیکن آن چیزی که ما میخواهیم آن نمیشه، آن چیزی که خدا میخواهد همان میشود. با همین خاطر ما باوری داشتیم که کمربند رو از خود میکنیم، لیکن در محاربه مقصد برابر ما کمربند رو از دست دادیم، لیکن دل شکستن هستیم. ان شاء الله میخواهیم که به هدفهای خود رسیم.